دست روی دست نمیخوام، انگار یه دست داره نگه داره نمیذاره برگرده، یه دست نگه می‌داره دست بعدی میارتش. این حالت یا این فرق نمیکنه به سمت راست. خب افسر هم یه دور دو فرمان بزن، میام منتعالی سمت راست پارک میکنم، مثلا راهنمای راست رو میذارم، پارکم انجام میدم، وسط خیابون یهو نمیچرخم، روی پلم نمیرم، راهنما سمت چپ میزنم. اینجا هم تازه رو پل قرار میگیریم که الان ما جلوتر قرار میگیریم، رو پل نیست ولی رو پل باز دوره مثلا تذکر میدم که دارم میرم رو پل، حالا خودش اجازه بده. اینجوری ماشین رو کج میکنم به سمت خیابون. حالا صبح که یه خانم رو داشتم آموزش میدم گفت 30 درجه، گفت مثلا مگه شما نخالا گونیه دارید درجه دارید؟ یه ذره سر ماشین به سمت خیابون از اون حالت صاف بودن میبره به سمت خیابون، خودت داری میبینی سر ماشین کج شد. من اینجوری سر ماشین کج کردم وای میستم، از شیشه آینه ممنوعه، آینه رو باید خطا بزنم، شیشه رو نگاه میکنم یعنی نقطه کورم ماشین نیست، میرم تا جدول روبرو، به جدول روبرو رسیدم. اینجوری فرمون رو دوتا صاف میکنم، صاف شد، دنده عقب میزنم، اینجا مسیر این مسیر نگاه میکنم که خیابونه دو طرفه، ما یه فرمان دو فرمان یه طرفه که یه طرف است. خب ببین دستت اینجوری روی زبدر به سمت راست میچرخونی، اول نیم کلاژ رو انجام میدی، موتور لرزید، پا میزنم رو گاز، نگاه میکنم، حالا ببین دستم ببین زبدر شلاقه پشتم رو نگاه کردم، استوب نیستم، حالا میذارمش دنده یک، راهنمای سمت چپ، این سمت راست رو نگاه میکنم، دوباره دستم زبدری و شلاقی فرمون رو میچرخونم میام به سمت چپ، حالا اینو دوباره مجددا برش میگردم به راست، باید سریع برگردم به سمت راست، دوباره میخوایم راهنما بزنیم، دوباره اجرا کنیم، میریم منتهی سمت راست.